علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد ما یک سوال داشتیم. و شخص اجازه است که مثلا به اجازت پدر مادر یا که خبر نکرده نیت حج داشته باشد و حج رود آیا اجازه است یا نیست؟ هیچ کس یگان کس خبر نکرده، یگان خیشتار یا دوست. اگر پدر و مادر در یک خانه زندگی میکرده باشند و هر روز عادتا کجای رفتنی باشید پدر و مادر آگاه کرده می رفته باشید، یک بار غیب زدنتان آنها رو خواطر میکنند. لیکن مثلا شما در روسیه پدر و مادر در تاجیکستان فقط گاه ها با تلفن گپ میزنید و مثلا از مسکو میرید ساخالین، میرید پیتر، نگفته میرید مثلا عادتا هیچ گپی ندارد. لیکن اگر در یک جا زندگی کنید خوب است که آگاه کرده روید. یعنی به حج ضرر نمی کند. حج یا عمرتان درست است. بله.